این مرحله لاک هایی که زیر کار اضافه است و با این مته که کوچکتر از این سوراخ هاست در میاریم. اگه کسر زیادی نیاریم حتما باید متهمون کوچکتر باشه. استفاده از یه مته دایموندی که توی زیر این چنگا رو دقیقا به این صورت بعد سعی کنید مته دایموندی کوچکتر از این سوراخ باشه که وقتی که میذارم اون قسمت آج مته این قسمت آج مته که نوک تیزشه بیاد بخوره به ته چنگ و زاویه‌ای که داره 5 درجه میاد به سمت پایین، یعنی عمود نمیخوره، 5 درجه به سمت پایین. یه شیار یا به اصطلاح یه گاه ما میزنیم به این 3 تا چنگ. سنگ گوشه کمربندش رو میگیرم، بعد از این طرف به این صورت کج میذارم داخل این شیاره. یه طرف نذارید، سعی کنید 2 طرف بذارید، راحت تره. به این صورت میشینه. بعد با یه فشار خیلی کم انتهای سنگی که به سمت بالاست، این قسمتی که به سمت بالاست اینجا، با یه فشار سنگ میشینه به این صورت. بعدیش هم دوباره به همین صورت. ببینید گوشه ترین قسمت کار، یعنی انتها ترین قسمت سنگ و وقتی که ما فشار بدیم ضریب شکست سنگمون خیلی کم میشه تا اینکه بخوایم بیایم سطح روش رو فشار بدیم. به این صورت سنگ رو چک میکنیم که تیبلاش توی اندازه باشه، روبروی هم باشه، ارتفاعش درست باشه، صافیش درست باشه. وقتی که به نتیجه درست رسیدیم، سنگمون صاف بود، حالا باید چیکار کنیم؟ چنگامون رو بیاریم و سنگمون رو صفر کنیم. بهترین حالت برای این کار اینه که ابزاری که انتخاب میکنیم به دیواره آسیب نرسونه، یعنی ما این دیواره هامون رو سعی کنیم سالم نگه داریم. الان اگه من این ابزار رو بذارم و ته این قلمم گیر کنه به این دیواره، من اینجا رو خراب میکنم. این قلم گیر کنه به این دیواره، اینجا رو خراب کنه. یک، و قلم مورد نظر، قلمی که داریم بهترین نوع قلمه، صحیح ترین قلم رو انتخاب کنیم که دیواره آسیب نرسونه. دو، وقتی که میزنیم شیب قلم جوری باشه که باز ته قلم، پاشنه قلم گیر نکنه به دیواره کارم. این یه مسئله. طریقه آوردن چنگا به چه صورته؟ چنگا باید به صورت مشترک بیاد، یعنی
خب چنگا به صورت مشترک بیاد، یعنی این دوتا چنگ بیاد روبروی هم دیگه و این چنگا هم بیاد روبروی هم دیگه، به صورت ضربدری نیاد که فرم کار به هم بریزه. خب توی این مرحله همه سنگا رو جاسازی کردیم و جا میکنیم، سوار میکنیم و میریم برای آوردن چنگا. حالا اینجا با یه قلم دونه دونه چنگا رو به صورت مشترک همونطور که قبلا گفتم میاریم، ولی نکته مهم قلمیه که توی تصویر میبینید. پشت قلم یه شیبی داره که همونطور که گفتم به دیواره کارمون آسیب نمیرسونه، صورتی که همه چنگا روبروی سنگا میاد و سنگا رو صفر میکنه. نکته خیلی مهمتر اینه که خیلی چنگا رو نمیاریم سمت سنگ، یعنی جوری که سنگ خیلی به سنگ برسه. همچنین که به سنگ رسید استاپ میکنیم، نمیذاریم زیاد سنگ رو تو خودش بگیره، به صورتی که میبینید. مرحله بعدم که با گرد و سقرتون چنگمون رو گرد میکنیم. امیدوارم که از این آموزش استفاده مفید کرده باشید. همونطور که میبینید تخم زمرداش هم سوار شده. انشاءالله یه ویدیو دیگه درباره همین سوار کردن زمرداش حتما میگیرم. منو دنبال کنید و منتظر ویدیوهای بعدی من باشید. خدا نگهدار.